چی الان امریکا تدریس میکنن، نیرو دریایی امریکا و جزو مثل آقای پروفسور سمیعی اعصاب روان هستن، خدای آناتومی هستن. یه روز اومد سر کلاس، خب همه دانشجو بودیم دیگه، گفت عضله پیری کدومه؟ با نمکم بود، عینکم میذاش اینجاش. خب همه اینجوری ما نگاه کردیم، دوره دانشجویان دیدیم. حالا به شوخی یه چیزی هم گفت که حالا ضبط میشه من نگم. گفتیم آقا ما چه می‌دونیم عضله پیری کدومه؟ تازه تعمیر تازه راه افتاده بودیم دیگه. گفت آقا عضله پیری اینه. باورتون میشه؟ اگر از شما سوال کنم بگن تو پیری کدوم عضله بیشتر به دردت میخوره چی میگی؟ اشتباها میگی این فلان. نه اینه. چرا؟ چراش قشنگه. وقتی خونه میسازی چرا شناج بندی میکنی؟ چرا پایه رو محکم میگیری؟ اگه 4 طبقه بخوای ساختمون بسازی، اگه پایه قوی نباشه خونه بعد چند وقت کج میشه، میشکنه، چاک میخوره. عضله‌ای که وزن ما رو داره اول تحمل میکنه عضله ساق پای منه، عضله دوقلو میگن. اگر این ضعیف باشه بار رو میده به کمر. تو پیری اینجوری میشیم. چرا تو پیری بیشتر افراد اینطوری میشن؟ عیب تو کمر نیست، عیب تو پایینه. پایه ها ضعیفه، نمیتونه شما رو صاف نگه داره، پایه خرابه. حالا هی قرص بخور ببینم این من میشم چیزی قربونت برم. عضلات رو باید ترمیم کنی. خدا عالمه. اینی که میگم دیگه با این سن و سال دیگه نمیخوایم تعریف کنیم یا شما بخوای بیاین مثلا مریض من باشی که. شاکریم، خداوند این لطف رو به من کرده. من مریضام اکثرا پیرمردا و پیرزنا بیشتر با اینا حال میکنیم. یه خانومی رو همسایه ها آورده بودن همین خیابان آزادگان با ویلچر. اینقدر شرایط این خراب بود، خدا شاهده که من دلم نیومد این نتونستی بلندش کنیم. همون روی ویلچر من معاینه کردم. اینقدر گریه میکرد، هیچ کس هم نداشت، واقعا هیچ کس. یک زن تنها فقط گریه میکرد. به من گفت آقای حبیبی یه کاری بکن، فقط من کسی رو ندارم بتونم از این حیات قدیمی‌های قومی‌وار سرهنگیری که پله میخوره میره پایین که خودمونم خاک فرج داشتیم، من بتونم دستشویی، وضو، نمازم اینا رو انجام بدم. گفتم بابا من وسیله‌ام، ان شاءالله خدا کمک میکنه. گفتم به شرط ها که انجام بدی. گفت به خدا قسم اگر بگی یه بار من 10 بار انجام میدم. این زن یه اراده‌ای داشت. و حدود 2 هفته پیش به هم زنگ زد، سلام آقای حبیبی. گفتم سلام. گفت من فهیمی هم شناختی؟ گفتم که آره. گفت میدونی از کجا اومدم؟ گفتم نه. گفت خودم رفتم کربلا اومدم. گفتم یعنی تو اون پا اینقدر عالی شده، تمام اون هممون رفتیم دیگه، اون محافظات چه میدونم اون سنگچینا بعد 2 کیلومتر راه برید، یه عادی ترین قسمتش بعد 2 کیلومتر. خودت رفتی؟ گفت خدا شاهد رفتم. قدمی که برداشتم گفتم خدا پدرتو بیامرز. این ارزش داره. اگر حتی اینو گفتم از این بابت که یه موقع مثلا تو یک شاید اتفاق اکثرا خب روستایی هستی، اون رفتی تو دهات دیدی یه نفر دسترسی به دکتر نداره، نمیدونم پزشک نیست، کمرش درد میکنه، ضرر نداره، همینا رو بهش یاد بده. والله العظیم نیتت هم اگر اون بالاییه باشه جواب میده. پس شد 6 تا حرکت برای پا گفتیم، 6 تا برای کمر گفتیم. ان شاءالله تو ذهن‌ها جا بیفته. شبم که رفتید شامو خوردید بنویسید اینا رو، یادتون نره چون ذهن فراره. دلم نیومد اینجا اجازه بدم بنویسید چون از ذهنتون میپرید. سرهنگ من جریمه نشم یه موقع. گروه کارگردانا اینور بعدجوری به من نگاه میکنن. جانم ببین یکی این شد که من نشستم روی زمین، پام اینطوریه. آها یادم رفت، اگر توی خونه بودین پشتتون تکیه میدین به پشتی. یادم رفت اینو بگم. حساب کنید من جسارتا اینجوری نشستم، خب پشتم هم تکیه دادم، چون تکیه باید باشه که پا آزاد باشه، پامو منقبض میکنم. اگر تو خونه خواستین انجام بدین 5 تا 15 ثانیه شل میکنم، صلوات دوباره. بعدیش گفتیم منقبض کردم، پنجره به سمت بیرون فشار دادن. آخ من بیام جلوی ما نگن میز ما رو پاشو مالی. بعد این 3 تا شد دیگه. انقباض به همراه پنجه به سمت بیرون، انقباض به همراه پنجه به سمت داخل. بعد روی میز یا تخت دست زیر پا رو فضای باز، پنجه به سمت بیرون 5 نوبت، پنجه به سمت داخل 5 نوبت. و این حرفای ساقو زدیم ولی تمرینشو نگفتیم.
همینجور وایسودی با دوست صحبت میکنی، برو بالا بیا پایین بدون اینکه زانوت خم شه. این عضله پیری رو داریم قوی میکنیم به همین سادگی. ولی تکرار. من یه مثالی به چیزا میزنم، مریضا میزنم، میگم که نماز تو چجور بهش نگاه میکنی؟ اون حسه رو میخوام بهش غالب بشم ها. خصوصا اونایی که اهل سنن بیشتر قشنگتر جواب میگیرن. میگه خب دیگه گفتم اونجوری. یعنی بر خود واجب بدون که محتاج نشی. الان جوون هستیم، شاید بعضیاتون شاید خوب این بحث منو نگیرین، ولی وقتی سن که میره بالا آدم شروع میشه ناراحتی ها، میبینه ای داد بیداد. مثلا ماها که خودمون خیلی توقع داریم. من یه مریضی ارسی پدرم برام گذاشته رفته، من خودم 5 کیلومتر میدوم یک سره، ولی این مریضی ارسیه. به حدی به من برخورد که من دوستای پزشکم اومدن به داد من برسن، مثلا از روحی ریختم به هم. میدونی چرا؟ چون از خودم توقع نداشتم، چون من ورزش همیشه تو زندگی من بود. چرا باید این مشکل پیش بیاد؟ هیچ دلیل علمی هم نداره. آخر گفتن بابا مسلمون تو که خوندی این فشار ثانویه است، این ارسیه. بابات باید واسه قنات و زمین میذاشته، آپارتمان نذاشته، اینو گذاشته رفته. بازم بهش غالب شدم. ببین بازم باید بهش حریف بشی با همین ورزش و حرکت. خب میریم سراغ گردن. این 3 بخشی که خیلی مهمه خدمت شما عرض کنم که یه بخشی هم که تو اداری ها دچار ناراحتی میشن بخش گردنه. اون هم به دلیل نشستن‌های افراطی طولانی کارمندان بانک به هر شکلی اداری ها وقتی میشینن خصوصا این حالت به خودشون میگیرن. سر یه سنگینی داره. ناخودآگاه ببینید ما در روز شاید 1000 بار این سرمون رو این شکلی داریم تکون میدیم. درسته؟ این سر داره ضربه میزنه. اونایی که اهل مطالعه هستن که حاج آقا خیلی با ذوق نگاه میکنه فکر میکنم که این مشکل رو داره. عضلات پشت من مسئولن که اسکلت من و مهره های گردن من که 7 تا مهره هستش رو نگه دارن. یه عضله داریم از بیخ گوشمون، دقیقاً اینجا که من دست میذارم ببین میاد تا اینجای شونه. خب شکل اسمش زوزنقه است، میخوام شکلشو بکشم. ببین اگر اینجا رو سر حساب کنیم، گوش حساب کنیم، میاد این شکلی رو شونه ها، دقیقاً این به این حالت میاد تا وسط کمر من اینجا. قسمت وسط مسئول نگهداری مهره هاست. قسمت بالا به اصطلاح کتف مهار میکنه که دست ما نیفته تو بار بلند کردن. ببین این مثل یک این معمارا چی میگن؟ خرک میگن، اینطوری جوش میدن که همدیگر رو مهار کنن. پلبند میگن، یه اصطلاح مهندسی. آره این رفتار رو انجام میده که تو بدنسازا فیگور میگیرن اینطوری میکنن. دیدید این میزنه قلم به بیرون اینطوری. این عضله یکی از مهمترین عضلات بدنه برای شماها که دیسک گردن نگیرید. این یه عضله رو اگر قوی بکنید دیسکی به کار نیست، ناراحتی گردن به کار نیست. که وقتی عضله ضعیفه سر رو به جلو میشه، یکی شکل منو عوض میکنه، حالت قوس پیدا میکنم. یکی این که درد بعدی اینه وقتی که عضله ضعیفه فشار میاره عصب رو تحت فشار قرار میده. قومی‌ها میگن عصب تنگ افتاده، درد میزنه تو بازود، تو کتفت، انگشتای دستت بی‌حس میشه، گزگز سوزن میشه و یخ میکنه، جون نداره. یه لیوانو که میگیری احساس میکنی که بخواد از دستم بیفته. اما رفتاراش همین پشت میز ریاست بسم الله الرحمن الرحیم تکیه نمیدم، قشنگ صاف میشینم، دستمو حلقه میکنم، از جلو کشش میدم به سمت جلو، سر و سینه رو عقب. اگر اینو الان کسی انجام بده حس میکنه پشت این قسمت انگار کنده داره میشه. ببین یه کشش به سمت جلو اینجوری، نه قربونت برم ها، این نه ها. آره صاف بشین، کمرت از صندلی جدا کن مثل ژاپنیا، اینا بکش، سر و سینه‌تو بده عقب. پشت ببین چه حالتی ایجاد میشه. تا 15 ثانیه نگه می‌داری، 4 بار یا 5 بار. این یه حرکت. همینو به سمت بالا آسمون. البته من اینجوری گرفتم گفتم به خاطر لباسم صاف بشین.
الان عموما نمیتونید صاف بشینید، یعنی نخاعتون بهش فشار میاد، درسته؟ اینجاتون درد میگیره. چرا؟ چون انعطاف عضلانیتون کمه. یه تست الان ازتون بگیرن، اگه از 100 10 بگیرید لشکر پیرمردا چرب شدید. پس این شو. ببین این همون برای دیسک کمر هم خوبه، چون نخاع رو توی خط قرار میده، قشنگ عضله رو کشش میده، انبساط و انقباض جالبیه و تا 15 ثانیه نگه دار، 4 مرحله. یه حرکت خیلی قشنگ. یه کانال اینجا داریم، آقایونی که نویسندن یا خیلی کارگزینی ان، حاج آقاهایی که زیاد می نویسن، اهل قلمن، این کانال میگن کارپال. عین سیم کشی خونمون میمونه، یه دونه کابل دیدی آقا میاد میخوابونه، بعد توش فنر میزنه سیم رد میکنه، از اینجا عصب ما رد میشه. خانم ها عموما الحمدلله به این درد گرفتار میشن، چون لباس میشورن، ظرف میشورن، این چسبندگی پیدا میکنه. جراحای زرنگ هم یه تیغ میکشن 5 میلیون میگیرن، ولی ما میگیم حضرت عباسی اون 5 میلیون نده، با همین به قرآن درست میشه. آرنج خم نشه، آرنج خم نشه. ببین تمام تاندون ها عضلات رو من دارم یه کشش معقول میدم تا 15 ثانیه، درست شد؟ بعد این یکی دستم، اونایی که اهل قلمن حواسشون جمع باشه ها، اگر اینو انجام بدن اون دست دردا گزگزا میره. بعد با این زاویه به سمت سینه، نه حاج آقا. ببین همینو به چرخون، ببین اینطوریش کن. آفرین. آرنج صاف. اما اون عضله‌ای که گفتیم زوزنقه‌ایه خیلی نازه، همین رو صندلی ریاست نشستیم، میایم نوک صندلی، دستامونو مشت میکنیم، حتی خالی، با شونه بالا با شونه پایین. ببین آقا آخرش یه موقع به جا باریک نکشه کار از شونه منتقل شه به کمر. خب پس شد. ببین این عضله زوزنقه‌ای قشنگتر است. حالا ما بخش بالایی رو گوش کن به من حیفه ها، الان تموم میشه، وقت دلت میسوزه. این قسمت بالایی رو من قوی کردم. آخرش اونایی که دوست دارن اگر بیان اینجا، دیدید اینجای آدم رو وقتی بگیرن آدم عاجز میشه، اگر تونستی این قسمت عضله من رو بگیری جایزه بهت میدم. یعنی وقتی من بهش فشار بیارم محاله بتونی اینو اینطوری بگیریش. این قدرت عضلانیت رو بالا میبره و تو مطالعات خسته نمیشی. از این تیکا گوش کن تیک نداشته باش، خواهشن دیگه، زمان کمه. پس این یه بخش قشنگترش اینه. نوک صندلی میشینم، زیر رانم خالیه. این از اون حرکت‌های باحاله. ما عقبی‌ها خوب ببینن. سینه رو نزدیک میکنم به زانو، مثل رکوع نماز. خب ببین دستمو مشت میکنم بغل پام، انگار یه پرنده داره بال میزنه. ببین تمام این عضلات پشت سرمون برم پایین. ببین انقباض انبساط. همین وقتی که قوی میشه